آقای سلام. سلام، چطوری؟ خوبی؟ بابا خدا کجایی؟ مشتی؟ چی شده؟ من هر روز دارم خودم وزن میکنم هیچی، یه گرم هم کم نمیکنم، میرم شکم ما. ببینید بچه‌ها، برای اینکه موضوعی که میگم زیاد ترازو رو باش درگیر نباشید، اینه که بافت چربی اصولا بافت متراکم داره. شما قصابی برید نیم کیلو دنبه بگیرید، ببینید اینقدر به دنبه میده. حالا همون اندازه رو گوشت تهیه کن، ببین چقدر میشه. از کجا میدونی کل این بافت شکم، بافت چربی که متراکمه بیشتر از 2 تا 3 کیلو وزنش باشه؟ روی ترازو رفتن فقط چیزی بجز این که باعث بالا رفتن کورتیزول و باعث به هم خوردن آرامش و اعصاب و روانتون میشه و نتیجه معکوس میده تو کاهش وزن، نتیجه دیگه ای نداره. فقط هفته یه بار قبل از تمرین در یک روز مشخص کافیه. یعنی من هفته یه بار بس فقط هفته یه بار. مرسی.